مادرش ما رو دید زودتر شد. سلیم از رو زیر کن زودتر. از بیانی ماشینشم از برای خدا پیسترم در ماشین میباشم. با پولیس خبر گیر باز کار رو چطور نکنیم. تو رفتن گیر از برای خدا آخی پیسترم در ماشین میباشم. تو رو دوستی لبای خانم آیشه. سلیم پسرم را دوست التجا میکنم کمکم کنید. آرام شوید خانم آیشه. چی شد؟ شما در کجایید؟ دست پسرم را یک لحظه سر دارم و بعد گم کردم او را. دوست دیدن و ماشین سوار کردن. سلیم را دوست دیدن. حالا شما در کجایید؟ با تاکسی سوار شده اون ماشین را نظارت میکنیم. رقم ماشین را با من گویید؟ زودتر 34 13. بسیار خوب. با کدام طرف روانه اید؟ ما در کجاییم؟ از گلباغ به طرف چینار کوهن. از گلباغ به طرف چینار کوهن می رویم. مایلش من راست با آنجا می آیم. شما آرام شوید. نگران نباشید. سلیم را از دست آنها نجات می دهیم. البته. شد مایلش. زودتر گاز را زیر کن. گاز را زیر کن. قریب با ما نزدیک شد تاکسی. از این دیده بس طرف نمیتونیم. نخونم قریب نزدیک شدیم. آنها نباید خانه ما را بینن. حتما با پلیس خبر دادن. چیکار کنیم اکا؟ با طرفی راست دارم. آدمی که پنهان شده نمیتونیم پس باید آنها را کشیم. چی آنها رو میکشیم؟ سوال زیاد نده. زودتر شو. دمت را گیر. دمت را گیر گفتم. مادر جان مرا شما به کجا میبره؟ گوش کنید. آدم هایی که به دکان من حمله کرده گریختن آنها رو به اینجا بیارید. من هم دخترچه دارم. نباشد مرا باید فهمید. میفهمم. حالا در رو بر رویم جنایتکار نه، بلکه جوانمردی که در تلاش یافتن یک برده نان برای دخترش است. میفهمی؟ و از دولت محافظت میخواهد. سلامت باش. بالاخره این را فهمیدید. ببین حالا اثبات میکنم که تو جنایتکار نیستی. بچه ها سلاحایتون را به زمین گذارید. اگه من هم تو هم رجب همه اتون به زمین گذارید. اپا پلیس کجا شد؟ آخرین راه ها خطرناکن. برادر التجا میکنم های کن. تمامی مال و ثروتم را به تو میدهم. التجا میکنم از قفای ماشین را اپا گپ سری پول نه. آخر ما هم صاحب زن و فرزندیم. ترس بلای جان است. در کجایت حالا؟ حالا از راهی کلام برآمده به راه خاکی میرویم. راه گذشته به طرف راست گشتیم. راه گذشته به طرف راست گشتیم. فهمیدم. من هم نزدیک شدم. پروا نکنید من حالا شما رو مییابم. حالا نماید. آیشه چی شد؟
اکا نکن نجود نکن اکا التجا میکنم نکن اکا باشه خودم پادرو میکنم آیشا تو مرا میشنوی آیشا اکا مرا ببخشید التجا میکنم من یگان کس ندارم اگر نمیکردم مرا میکشتن آخر من هم نکردم خودت هم دیدی نکردم اکا مرا ببخش من بچه گنده نیستم بیکار موندم برای همین با این حال دچار شدم التجا میکنم مرا ببخش اکا نکن التجا میکنم مرا وی ببخش خطاگی خود را فهمید در موقع تازه را پای نمیزند اکنون او را عفو کردن میباید اکا تو یک سرده احوال او را بین سرده معلوم اکا که کسی التجا ندارد سرده او را اکا فریب التجا دادن میکنم تو پدری پدر و مادر نداشته رو از وضعیتش میفهمی بیا کاردت رو یک سو بذار سرده اکا التماس سرده اکا رحمت اکا الله از شما روزی شود من اشتباه کردم تو باشی وظیفه پدری رو اجرا کردی این مرد به قولش ایستاد تو را رها کرد اکنون نوبت تو نترس تماما نترس و مکانی کسانی که تو را به این احوال آورده رساندن به ما نشان ده تا که دیگر آنها به کسی ضرر آورده نتوانند انا دیدی همش گذشت من به تو نگفته بودم که نترس بیا. رفتیم پسرم مالش اکا پدر جان هنگامی دکان رو گشادن ماشاءالله گفتیم برای همین خداوند ما را تنها نگذاشت دختر جون دختر جون دخترم هدی بیا آپایا فرا راگر سوتر از ما چی میخوایی؟ راگر سردیه دختر سرم اینجا بیا بس کن آن طرف رو نظارت کن زودتر Uite asta! آیشه سلیم نترسی رکم البته تو را نجات میدهم
زنی احمق آدمایش آمد. مرا مجبور کردند که دکان گل فروش رو به آتش دهم. اکا این پیامک رو ببین. چی شده باشد عجب؟ نمیدونم اکا. عکس مکانی رو نام کرده است. در حال این مکان را جستجو میکنم. اکا همینجا می باشد. چی؟ اینجا کجاست؟ مکانی ما این مکانی است که همه ما رو در اینجا نگاه می‌دارند. عارف همیشه از ما پیش است. از تکنولوژی با سرعت‌تر کار میکند. به او رسیده نمیشود. او همین طور است. همه جانبه. اکا در حال با اونجا رویم. بله. در کجای زودتر بیاید. آیشا از دنیا دور شوید. خود را پناه کنید. خانم آیشه براتون چطور است؟ سرکم سرجانی بچه. خانم آیشه شما به آن طرف بروید. زودتر شوید. اینجا خطرناک است. زودتر. رفتیم سرکم زودتر. خانم آیشه زودتر باشید. زودتر. خدا رو شکر رفتیم. هی مردی جسور. امانت در دستی من است. آنها را رها کن. با من خوب آزمایی کن. این بسیار محمد داما بوده است کو. تو ما را ساده گمان. من به سادگی شما کاردار نیستم. اما اگر این کودک و زن را سر ندهید بعد با شما سادگی را نشان بدهم. نه سرم رو سر دهید. با او دست نرسانید. هر کاری خواهید میکنم فقط با او نرسید. تو بطاقیر. شیف چی گپ شد؟ خواطر نشو. این مرد جسور رفیقانی محلش را جغ زده است. آدمان ما آنها را نابود میکنند. بیسرم پروانه کن. جانی اگر رفیقان من آمده باشند پس حیات شما پلیدان به آخر میرسد. برای آخرین میگویم کودک و زن را سر دهید. زودتر. چی؟ گمان میکنی که از تو میترسم؟ اگر زور را درسد آمده خلاص کن. سرجان اکا
نزدیک باشو کودک رو بکشم کودک رو بکشم کودک رو بکشم نزدیک نشو عارف التجا میکنم کمک کن عارف سلیم رو نجات ده سلاحت رو بردار نباشه تو رو هم میپرونم او رو میپرونم نزدیک نشو میپرونم نرسید با التجا میکنم میناش خوب شده سلاح رو میپرتایم تو دیوانگی نکن آروم باش تو آروم شو میگویم تو آروم شو سلیم جنجم آرامیست کودک رو سرده میگویم به تو به شراب نشان میدیم سلیم بیا جانی من بیا نسیمم بیا جانی وچم آجت مرا خانم وایشه آروم شوید سلیم پسرکم جانکم پسرم جانی آجا پسرکم بولتا تو چه گیره داری؟ دیوانگی نکن با که ظریف نظر کرده احساسی شده پسرم ظریف بخواد با تو چی شد؟ یکان چیز نشده میدونی خدا رحمتی مادرم به یادم آمد پسرم جانی همش گذشت همش تموم ظریف تو خوشبخته که مادر داری و او را یاد میکنی آری پسر جان خدا رو شد پسر جانم اکای آری اینجا بیا شرک من برادرانی قهرمانی من شما را دوست ندارم شرکم برادری عزیزم سلیم جان من هم شما را بسیار دوست می‌دارم شیرینک من هم شما را بسیار دوست می‌دارم شیطان من کودکی زیبا بسیار با عقل است. این چه خیلی کار است من هیچ نفهمیدم پسری صاحب خانه از آلمان می اومده است برای همین مرا از خانه پیش کرد خیر میبرم گفتم لیکن من کجا میروم من نمیدونم کجا اله میرفتن برادر این فریبی صاحب خانه زیباست بعد از تو با دیگری با نرخ قیمت‌تر بسپار کار همین است میدونم من فهمیدم با او کمی جنجال کردم گیر گفتم خانه در سرت ماند چیز جورم را گرفت اینجا بر اومدم خوب کردی برادر خوب کردی با میمون خونه زنگ زدم جای خالی نمونده است گفتم با خدا اگر اجازه ده یک چند روز با تو مونم بعد یگان چورش رو میابی البته برادرم هیچ گپ رفت ای خدا به این هم مجردم یک جا میستی ها یک جالی من سرتون درد رو نبینم در اینجا چی گپ است رفتی چیکار میکنم بچه‌ها هپ سلام علیکم و علیکم سلام برادر چی گپ است اکای امین چیکار میکنی باشی بشو ظریف سومش از که اجاره پولی رو نداده ای تو دیگر اجاره‌شی نی و ضبطگر هستی اکای امین ای بستاخی تو خودت چیو میگویی در مقابلت اکای ظریف است اکای ظریف راست میگوید جناب 3 ماه باز مبلغ کرایه را نسپرده موافق قانون او حق دارد که تو رو بیرون کند اکای امین شما نگفته بودید سراسیما نیستم هر وقت شد میدی همینطور نگفته بودید اگر این طور نمیگفتید من در وقتش مبلغ را پرداخت میکردم با من فرقی ندارد از خانه من برو لا حول ولا قوت اکا از برای خدا آخر تنها در همین محله 12 خانه دارید چی شد گرسنه ماندید در بیرون ماندید خیر اکا هیچ گپ نه مایلش
شد مایلش شما را فهمیدم. از خانه‌ات میبرایم. پول‌هایت را هم برمیگردانم. خاطر نشو. خانه‌ات به خودت نصیب کند. تشکر اکای امین. برادر کار برادر. سلامت باش. از دست ما هیچ کاری نمیآید. بیاید میرویم بچه‌ها. باز هم پولویت رو با آدمان تقسیم کردی. مگر من تو رو نمیدونم ظریف؟ در پشت خانه‌ام یک خالای پیری هست. قربانش شوم، پسرش بیمار است، میفهمی؟ آخر کارلوس این چیزها رو فهمانده نمیشود. ظریف، آدمگری تو از همه بلند است. در جوان مردی هیچ کس مثل تو نیست. در مردی مرد هستی. اکنون در هوای خنک در بیرون مانده. چیکار میکنیم کارلوس؟ با خدا کاری کرده نمیتوانیم. با سری من با جز اکای عارف دیگر هیچ کس نمیآید. زنگ زنم اگر زنگ زن اگر اجازه دهد به خانه او رویم. گوش میکنم برادر. السلام علیکم اکا. و علیکم بسلام برادرم. اکای عارف، اکا جان با شما کارمون رفتید. چی شده است؟ بخیر است؟ اکا مرا صاحب خانه از خانه پیش کرد. به نزد اکای ظریف اومدم، لیکن احوال او از من هم بدتر است. خلاصه من و ظریف در کوچه موندیم. میگوییم عجبا اکا شما. ما برای کدام روز هایم؟ هیچ گپ نه برادر. خانه من کلان است. در شعبه وا میخوریم مایلش. خوب شده است اکا. اکای شیرم مایلش تو بازدید. خدا نگهبان. ظریف تموم. با اکای عارف گپ زدم. چی میگوید؟ در خانه من میسید میگوید. در شوبه و میخوریم. چیزی چوره رو چیکار میکنیم؟ با خدا با اشیاء کاری نمیکنیم. چیزهای لازمش رو میگیریم. کامپیوتر، خاطرهای صد، باقی مانده‌اش را به فقیر و فقرا میدیم برادر. اکای ظریف، کامپیوتر رو میگیریم. گیر بار. صبح خیر آقای عارف. صبح خیر. من مخصوص برای شما تیار کردم. چی میگوید؟ خاموشیست. گوش کنیم. خدا از شما راضی باشد. من کار دارم، بیگاه میگیرم. مایلش برای کار. سلامت باشید. من خدا با چشمانم دیدم. دیدی؟ راست میگویی. این دختر هرچی اومده کند به او میدهد. راست میگویی. هر دویشون هم مجردند. به خدا ناموسی همسایه‌داری هم نداشتند. به سرمون سنگ میبارد، سنگ. راست میگویی دوگانه جان. اگر به سرمان مبادا سنگ بارد حتما از غیبت‌های شما میبارد. از چیز دیگر نه. این رو بینا. شنیدی؟ با زبانش دراز گپ میزند. غیر غیبت کار دیگر ندارد. معلوم میشود که در اینجا هم ما رو میشناسد. بخیر است انشاءالله. آذر، سرده گفتم. سرده. فایزیه مرا دیوانه نکن. کنی زود شی. تو بیماری. گوش کن. آرام شو. آخر مرا دوست میداشتی. هلو دوستت میدارم گفتی. چی شد؟ همش دروغ بوده است. من اینطور نگفتم. نادرست فهمیدی. با تو میگویم کنی به ماشین شی. زودتر. آرام. آی برادر خودت را به دست گیری. چی گپ است؟ تو خودت کیستی؟ کارت چی؟ من دیوانه این محله‌ام. به همه کاردار میشوم. خانم شما خوب هستید؟ اینکه در بین شما چیزی است؟ یا اینکه مرا با او عوض کردی ها؟ ابله به این نگر.
آرام شوید التجا میکنم نکنید آزاد دیوانگی نکن گوش کن برادر چنانکه فهمیدم خمار شلا خوردنت گرفته است اما حالا تعبم رو خیره نکرده تو از اینجا رو خانم رو هم به حال خودش گذار رو شما چیکار میکنید بیستید نکنید حاضر تا 10 حساب ببر اگر آرام شوی هیچ کاری نمیکنم فهما برادر از کی باز یک جای تبله ماشین بانک به طرف شما می رود. خب حاضر شروع میکنیم برویم همه‌تون آماده شوید کمی دیرتر همینجا میشم زودتر اینجا داخل شو زودتر میگویم دیگر این خانم رو ناراحت نکن چرا مرا نه او رو انتخاب کردی کسی تو رو مثل من دوست داشته نمیتواند فهما هیچ کس تو از منی بفهمی از منی او رو ببین حالا هم گپ میزند حالا میبینید گم شو شما خوب هستید؟ حالا بهتر شدم تشکر من نفهمیدم او دیوانه است بله او بیمار است معلوم نه شما نادرست فهمیده او در حقیقت بیمار است بیماری من است یعنی چطور بیماری شما؟ یعنی عاشق شده است به همین معنا نه من روانشناس هستم او یکی از بیماران من بود فکر میکند که با او عاشق شدم حتی گویا با او فاتحه شدم متاسفانه حالش بد است لباس هایتون دریده است نه این مهم نیست شما پلیس هستید؟ بله تعینات مخصوص مرا ببخشید بیمار بودنش رو ندانسته خیلی دغلانه رفتار کردم دیگر ناراحتتان نمیکند همینطور نه او از شما ترسید یک چند مدت ناراحت نمیکند نام من فیضیه نام من عارف در پناه خدا خانم اکنون به من اجازه آقای عارف تشکری زیاد به شما با این نگاه کن کنی نشون ده چرا زیبا است بله خیلی زیباست با دقت باشید آماده ایستادم آماده شوید این بگو تکلیف خانه در شهید بود انشاءالله قبول میکنم با خدا از هیجان دستان چنان میلرزم کش بخیر می شود انشاءالله چی بکنید؟ دانمون کفته باشد دوست ها سلاحات رو برار زودتر سلاحات رو برار گفتم بستر غارتگران وضعیتی خبناک با ما هجوم کردن کمک کنید آنها سلاح دارن کمک کنید کنی در را کشا در را کشاید وگرنه یگان نفرتون رو زنده نمیمونیم در را کشا میگویم نمیفهمی کشا گوش کن تا 3 حساب میکنم
یک دو سه خیر اختیار است. کشو فراز باشی. زودتر کنی کشو. چی میشود؟ فراز ماشین. نمیفهمید. به این طرف گذار. نسیم آماده ای؟ آماده است تمام. حاضر ببینیم. خم شو. بیناموز ها. چی کار میکنی؟ ایستا. آرام شو میگویم. شد آرام شو میگویم. با گناهی تو این کار از دست میده. آرام شو. شده کلیم درون درآید. زودتر درآید. چی کار میکنی؟ تمام شد. چی کار میکنی؟ کنیست گذار میگویم. گذار. خدایا با ما کمک کن. ما را از این ظالمان خلاص کن. تستر وقتمون کم است. زودتر. راو کمک کن. در دست را چی است؟ چیزی نیست. کنی ده خوشترین است. محمد نسیم آرام شو میگویم. محمد جایش را گرفت. تو هم به نزدش رفتن میخوایی ها؟ پلیسو آمدم. کنون را گرفته بیار. زودتر بیار. زودتر زودتر میرم. بستر بیار میگویم. با دقت همه گروه ها زد و خورد مسلحانه. بدرون درو. برای شمولی شهر کمک فرستید. تاجیلان کمک فرستید. زودتر فرستید. در زیر آتش گرمایه. کمک فرستید. زودتر. تعیناتی مخصوص آمد. ظریف لبای این آدمان چند نفرن نمیدانی؟ از همه کم 4 نفر. برای من 4 یا 14 فرقی ندارد. همشان را تارمار میکنم. البته بولتا جان ولی کمی صبر کن. کارلس لبای تو برای خودت جای موافق یا؟ خوب شده سکایوری. در اطراف آدمان نیستم. شاید 1-2 اسیر باشه. بچه ها برادران شما عقب نشینی کنید. به خفا روید. کوشر بچه ها می رویم. یا خدا آمده. چرا نمیپرونی؟
را ایستاده پران آخیر تعینات مخصوص آمد ازمون مرده تعینات مخصوص؟ نسیم بیا میرویم تا از اینها یک دو نفرشان را نکنه اونجا نمیروم گیرید سگ بچه های پلیس در اینجا یک روباهی است که یادیم عجلشو میکابد کن شو دیدم بوتا دیدم کارلوس تو مرا محافظت کن خواهی نشوه که یوریک آری بادی خاموش ناموس با کجا میروی؟ چی کار میکنی؟ این تعیناتی مخصوص است میفهمی؟ نکن با من تیر داندید زودتر ایستا این تعیناتی مخصوص است میگویم اگر آنها تعینات مخصوص باشه من جنگاورم کنی با من تیر داندید نرو بگویم سرده مرا آرام شو نسیم پاس کن نسیم نسیم برادرم نسیم دادرم نسیم سپرهای محافظتی رو بیار همین دارم رفیق سر سپرها رو بیارید به نشان رساندی سومن از این حریف رو بذاشتم کارشان رو تمام کنیم این بچه ها پیش میرنه ما دقت باشه والله سنم اینها از کجا پیدا شدند کارلوس کار اینجا کی دستی با دقت باشید این نوری جگو هیچ با من معقول نیست تا آن رو میبراری سیمش رو میکشی باز میپرتایی بزرگ نمور که بهار میگرد والله سنم چند از ما با سردارشان دو نفری دیگر اکا نسیم از دشمن انتقامم را گیر با هیچ کس را البته برادر من انتقامی تو رو میگیرم خون به خون
فرا میگویم ایسته بیا آرام شو آبلا آرام شو نپرانه در دستم اسیر دارم وگرنه او را میپرانم نپرانید میگویم اینش باز نمیرسیم اسیر هم گرفته است پلیدی ناکس کسی را گروگان گرفته است کارلوس یکم چیز را میبینی؟ نه اکای اوریف آنها نقشه دارم اما از اینجا کار کرده نمیتوانم اکنون چی کار میکنی؟ از این اسیرگیری ها دیوانه میشوم از بزدلان بدم میآید مجبوریم انتظار شویم و هیچ کجا رفتن نمیتوانند نپرانید وگرنه میکشمت تو حرکت نکن وگرنه میپرانم اینجا بیا تزر بیا برآمدند با دقت باشید اکا اکنون جایم خوب است پرانم یا نه نه کارلوس اونجا گروگان هست اشارات رو انتظار شو تو زود با ماشین برگرد اینها با کجا میروند نگاه کنید میگریزند آماده باشید زودتر رفتیم زودتر بچه ها رفتیم این را گیر رفتیم راهی گریز نداریم بهترش تسلیم شویم حریفی ترسانچک چه خیلی تسلیم کلی با من بیا بچه ها در اطراف بخچه ایم تا نمایان شدن هدف نپرانید